دوستان اگه خاطرتون باشه من از چند هفته قبل ما در سیمای خانواده به شما گفتیم اگر با ما همراه باشید ما میخوایم با کمک سازمان فنی و حرفه‌ای وزارت تعاون و وزارت کار یک اشتغال خانگی را بندازیم و اون رو جدی‌تر بگیریم. اینقدر تو این زمینه متخصص بشین شما با آموزش هایی که و کلاس هایی که تو این زمینه وجود داره که بتونید خودتون صاحب یک حرفه و فنی بشین و این رو آموزش بدیم به سایر اقوام و دوستان و آشنایانی که در زندگی شما و در کنار شما هستن. خوشبختانه با حضور مسئولین محترم سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران به حمدالله این طرح خیلی خوب توجیه شد، خیلی خوب مطرح شد و خیلی خوب شما هم استقبال کردیم. یعنی استقبال شما باعث شد که ما دلگرم شیم و این کارو جدی‌تر بگیریم و هر هفته در موردش صحبت کنیم. امروز هم ادامه همون بحثه ما دعوت کردیم از آقای دکتر کوروش پرند، ایشون معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که محبت کردن دعوت ما پذیرفتند و در خدمتشون هستیم. در مورد این طرح اشتغال خانگی مفصل با هم صحبت بکنیم. مهمان دیگری هم داریم که یک کارآفرینه که تو همین کلاس آموزش رو یاد گرفت و الان خودش منشأ خدمات بسیار خیلی است و صاحب درآمد و تعداد زیادی هم آدم دور خودش کنار خودش داره، ولی که اونام کارشون انجام بدن. آقای دکتر سلام و خیلی خوشحالم. به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. بسیار خوشبخت و خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستیم. ان ما امروز با برنامه‌ای که داریم بتونیم در حوزه مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچیک و متوسط که یکی از ضروریات کشور هستش بتونیم اطلاعات قابل توجهی به بینندگان بدیم. ان شاءالله. خیلی متشکرم. از زمانی که ما این بحث رو شروع کردیم به مردم هم گفتیم اگر سوالی تو این زمینه براشون مطرحه، مشکلی دارن، مسئله دارن، با ما در میون میذارن که سوالات زیادی رو مردم با ما مطرح کردن. از جمله این مطلب که از ابتدای شروع این طرح که با کمک شما انجام شد تا الان که در خدمتتون هستیم چند تا آموزشگاه، اتحادیه صنفی و کارآفرین با این طرح همکاری کردن و الان چه تعدادی رو شما تونستید تو این داستان آموزش بدید؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که اصلا من به صورت کلی این نکته رو بگم. ما 700 مرکز دولتی در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور داریم و 14,000 آموزشگاه آزاد داریم. چیزی حدود 2 میلیون نفر رو در سال ما در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی و در حوزه فناوری‌های پیشرفته آموزش میدیم. از روستاییان، عشایر، مناطق مرزی، محروم، دانشجویان، دانش آموزان و بیکاران و کسانی که برای ارتقا و بهره‌وری نیروی کار به هر صورت با ما قرارداد و تفاهم نامه دارن که با بیش از 150 دستگاه و وزارتخونه اتحادیه ما این قراردادها رو داریم. حتی جالب اینه که شما بدونید ما در پادگان‌ها برای سربازا و حتی در زندان برای زندانیان به هر صورت آموزش‌های مهارتی داریم. اما در حوزه طرحی که در خدمت شما هستیم که این طرح به نام آموزش، تولید، بازاریابی و فروش مطرح هستش، بحث توسعه کسب و کارهای کوچیک و متوسط و مشاغل خانگی و اشتغالهای خرده. ببینین امروز در شرایط کنونی تحریمی که ما قرار داریم باید اشتغالهای بزرگی رو ایجاد کنیم که این اشتغالهای بزرگ در کسب و کارهای کوچیک و متوسط و مشاغل خانگی اتفاق میافته. در این طرحی که من خدمت شما عرض کردم در حوزه سنگ نیمه قیمتی، داروی گیاهی، گیاهان دارویی، انرژی‌های نو، انرژی‌های تجدیدپذیر، در حوزه پوشاک، در حوزه تابلو فرش، قالیبافی و در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ما این طرح وارد شدیم. مثلا در حوزه سنگ نیمه قیمتی و قیمتی که ما هفته بعد یه همایشی داریم کسایی رو که وارد کار کردیم یه نمونه ایشون میاریم. بیش از 6,000 نفر در کل کشور مشغول به در این حوزه هستند و فعالیت میکنن که حالا ان شاءالله تو برنامه بعدی ما در خدمت شما باشیم. رو تک تک این حرفا من صحبت خواهم کرد که چه ویژگی‌های هر کدوم داره، چه ارزش افزوده‌ای میتونه برای کشور ما داشته باشه. یک سوال دیگه هم خیلی مطرحه آقای دکتر و اون این که شما از تهران شروع کردید، خیلی مثل توجه به شهرهای کوچیک نشده. همین اشتغال خانگی، همین آموزشی که شما در تهران با شهرهای بزرگ دارید، آیا در شهر کوچیک هم داره اتفاق میفته؟ وضعیت شهر کوچیک چجوریه؟
بله خدمت شما عرض بکنم که من اگه این مدل رو توضیح بدم بله. خیلی سریع بعد وارد بشم بگم تو کدوم شهرها دارن میرن انجام میشه که بینندگان عزیز در جریان قرار بگیرن. ببینید در این مدلی که ما میبریم جلو مراحل قبل از تولید و بعد از تولید رو به صورت کامل میبینیم. یعنی امروز آقای کمیلی که تشریف دارن در حوزه ماهیان زینتی کاملا تو این مدل اومدن جلو. تو مراحل بعد از تولید که بسیار مهمه و شاید قبل از تولید باید بهش توجه بشه، بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و بسته‌بندیه. تو مراحل قبل از تولید طراحی و دیزاین هستش و تهیه مواد و منابع اولیه و تسهیلات بانکی و بحث تولید هستش. ما این مدلی رو که خدمتتون عرض کردم به صورت سیستماتیک و کامل در رشته ها و حرفه‌هایی هم که اشاره کردن الان در تمامی کشور داریم جلو میبریم این رو. یعنی اصلا این مختص به تهران نداره. امروز درست آقای کمیلی در حوزه ماهیان زینتی در تهران مشغول به این کار هستن، ولی با بحثی که ما داریم و مخصوصا تسهیلات بانکی که در نظر گرفته شده، افراد در شهرها و شهرستان‌های دیگه که این کار رو انجام میدن اتفاقا تسهیلات بهتری در اختیارشون قرار میدیم و اتفاقا تو این طرح آمایش سرزمین و نیازی که اون منطقه داره بسیار برای ما مهمه. مثلا فرض بکنید در استان لرستان یا در استان مثلا فرض کنید سیستان و بلوچستان با توجه به آمایش سرزمین اونجا نکات دیگری مد نظرمونه. پشتیبان‌های خودمون رو که عامل چهارم هستن، سرمایه گذار هستن، کارآفرین هستن، نخبه مهارتی هستن، ثمن هستن، سازمان مردم نهاد هستن، همه اینا رو ما بسیج کردیم که این رو در کل کشور پیش ببریم. خیلی متشکر، دست شما درد نکنه. من لازم یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض بکنم که من دیشب دچار اسپاس خیلی بدی شدم، کاملا بدن قفله. اگر دردم باهاش هست، اگر کم در اجرای من تاثیر منفی میذاره، حتما بنده رو خواهید بخشید. اما وظیفه داشتم که برای عرض ادب خدمتتون برسم و همین خاطر با این شکل خدمتتون رسیدم. شاید شما هم جزو کسانی باشید که حالا که داریم در آستانه بهار هستیم و عید به فکر مایه‌های تزئینی باشید، مایه قرمزی که سر سفره حبسین بود باشه، اصولا مایه تزئینی رو در خونه‌تون داشته باشید که دو تا مایه خوشگل توپل رو ما اینجا توی در واقع آکواریوم داریم. این کار ارزنده است که آقای کمیلی کارآفرین مهمان امروز ما به اتفاق دوستانشون انجام میدن و از این راه گذران زندگی میکنن، نه تنها خودشون که تعداد زیادی از خانواده ها رو در واقع شامل میشه. آقای کمیلی خیلی خوش آمدید، بیشتر خودتون رو معرفی کنید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم این برنامه و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن. آقای شجاعیمر ماشاءالله بزنم به تخته، شما قالی کرمونید. من فکر کنم به دنیا نیامده بودم، شما با همین به حال شادابی بودید، الان هم ماشاءالله خیلی سرزنده و شما فکر نمی‌کنم احساس شده باشید. آقا چرا بود که دارم با دعای خیر و همه مردم مثلا شما دوستان خوب واقعا دوستتون داریم. خیلی متشکرم. خدمت شما عرض بکنم که بله همونطور که فرمودید ماهیان زینتی در کشور ما یک قدمت دیرینه‌ای داره و مردم از قدیم الایام این ماهی‌ها رو به عنوان نمادی از طبیعت حالا سر سفره حفسین یا در منزلشون نگهداری می‌کردن. در پیامبر ما هم بسیار تاکید کردن روی حمایت از حیوانات، غذا دادن به حیوانات و نگهداری اونها. در دین ما هم به هر حال به این موضوع پرداخته شده و امروزه تجارت ماهیان زینتی توی دنیا و در کشور ما تجارت بزرگیه و همونطور که فرمودید بسیاری از افراد از راه‌های مختلف توی این حوزه دارن ارتزاق میکنن و کسب درآمد میکنن. منتها مشکلاتی در کشور وجود داشت توی حوزه ماهیان زینتی. خب من چندین سال هست که دارم توی این حوزه کار میکنم تو سطوح مختلفش. زمانی که بحث تحریم ها مطرح شد من یک برآوردی کردم، دیدم آینده کشور ما دستخوش تغییراتی خواهد شد. این تغییرات هم میتونه مثبت باشه هم منفی. منفی از این جهت که اگر ما از این فرصت استفاده نکنیم قطعاً ممکن هست دچار مشکلات اقتصادی بشیم و اگر از این فرصت استفاده بکنیم همونطور که در واقع مسئولین کشور و مقام معظم رهبری فرمودن میتونیم از این فرصت در واقع یک پله‌ای بسازیم برای اینکه خودکفا بشیم، اقتصاد مقاومتی رو در واقع تحقق ببخشیم. بنابراین من شروع کردم مطالعه کردن. طرح مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، ابلاغ شده بود به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. مطابق این طرح دیدم که خب توی این طرح مسیر خوبی برای این کار دیده شده. من هم به صورت تخصصی حدود 2 سال کار کردم، در واقع قید درآمد رو زدم توی این حوزه و ماحصل این تحقیقات رو ارائه کردیم به سازمان فنی و حرفه‌ای استان تهران. آقای مهندس خانپور مدیر کل محترم سازمان فنی حرفه‌ای استان تهران، من جا داره تشکر کنم در ابتدا از ایشون و آقای دکتر پرند که حمایت
کاملی کردن. ما جلسات متعدد با کارشناسان سازمان نشستیم، طرح رو در واقع ویرایش کردیم، نکات مبهمش رو روشن کردیم و به هر حال به سرانجام رسوندیم که 11 بهمن ما در واقع در آستانه دهه فجر ما اولین مرکز محصول محور تکثیر و پرورش ماهیان زینتی رو در مرکز شماره 5 افتتاح کردیم. شما در واقع این حرفه رو کاملا میشناختین، تخصصتون درش و این رو اومدید با کمک سازمان فنی حرفه‌ای کشور در واقع شروع کردیم و طرح رو تصویب کردیم و کار رو انجام دادیم. آیا فکر می‌کنید همین کار، یعنی پرورش ماهیان تزئینی بهش میگن دیگه، نه؟ بله، پرورش ماهیان تزئینی. آره، این یک فضای خاصی میخواد، سرمایه خیلی کلانی میخواد. آیا شما یه امکانات عجیب غریبی داشتین که تونستین این کارو بکنید یا نه؟ همه کسانی که امکانات معمولی دارن، این کارو دوست دارن، میتونن این کار انجام بدن و با اون یک اشتغال خانگی، با اون یک درآمد بهش نگاه بکنن. بدایه شده من لبخندی که زدم به خاطر این بود که یاد مسیری که طی کردم افتادم. من این کار رو با 2 دونه آکواریوم تو راهروی منزل شروع کردم. بله. و این 2 دونه آکواریوم رو بردم تو پارکینگ، یواش یواش زیادش کردم، مطالعه کردم، تحقیق کردم. خب سفرهایی هم داشتم به کشورهایی که در واقع مبدأ تولید ماهیان زینتی هستن تو شرق آسیا و حتی کشورهای خاورمیانه. خدمت شما عرض بکنم که به تدریج این کار رشد کرد، قوی شد. من تونستم اطلاعات علمیم رو افزایش بدم، موفقیت‌هایی توی این حوزه کسب کنم و در واقع کار خودم و درآمد خودم رو تثبیت بکنم. البته توی این مسیر قطعا تنها نبودم. در ابتدا خب پدر من خیلی حمایت کرد، یعنی از بچگی من اگر بخوام زندگیمو مرور کنم اولین کسی که منو با مفاهیم کارآفرینی آشنا کرد پدرم بود. یعنی این جرأت رو در واقع پدرم به من داد که من این ریسک ها رو بپذیرم و توی این مسیر وارد بشم. بعدم که خب به هر حال حمایت خانواده بسیار تاثیرگذار بود و هست. و خدمت شما عرض بکنم که دولت محترم هم که از طریق وزارت تعاون حمایت لازم و سازمان فنی حرفه‌ای حمایت لازم رو انجام دادن تا ما بتونیم به این درجه از رشد برسیم و امروز ما سالونی رو افتتاح کردیم که در کشور بی‌نظیر هست و در دنیا من اگر نگم بی‌نظیر هست میتونم بگم جزو برترین سالن‌های پرورش ماهی دنیا. با 2 آکواریوم کوچولو شروع کردی اما ارادت این بود که این کارو انجام بدی. بله. خب ما امروز در کنار این کارآفرینی که واقعا با جدیت و تلاش و آنچه که دلش خواست رسید، آقای دکتر کوروش پرند رو در خدمتشون هستیم، معاون وزیر رفاه و کار و رئیس آموزش فنی حرفه‌ای کشور، استاد محترم دانشگاه که با یک دید علمی این قضیه رو در واقع ارائه کردن این طرح رو و به حمدالله خیلی هم خوب توی مملکت، تو کشور، تو اقصا نقاط کشور جای این ماهی خوشگلی که داریم می‌بینین محصول یکی از کارهای کوچولی است که دوستان دارن انجام میدن. آدمایی رو تربیت کردن که این ماهی‌ها رو تربیت می‌کنن، هم محل درآمد براشون، هم زندگیشون میگرده و همین که میتونن در واقع همچین کار قشنگی رو انجام بدن. آقای دکتر پرند، یک سوال، این که خیلی از جوانانی که فارغ التحصیلشون از دانشگاه علمشون بله بسیار عالی، دانششون خیلی خوبه، درس خوندن، فارغ التحصیل هم شدن، اما به جهت مهارت در کار خیلی شاید اون توانایی‌های لازم رو نداشته باشن. آیا شما طرحی برای این دوستان هم دارید؟ از دوستان میتونن از این طرح استفاده کنن؟ اگر اجازه بدین اول من یه مقدمه کوتاهی یه نکته‌ای رو درباره همین ماهیان بگم. بله. یعنی ما در همین بحث ماهیان زینتی که آقای کمیلی اشاره نکردن، ما الان متاسفانه واردات زیادی داریم در کشور. این کاری که دوستان انجام دادن و دارن این فرهنگ سازی رو ایجاد میکنن کمک میکنه ما رو که در بحث واردات حتی ما به سمت صادرات بریم، یعنی بتونیم وارداتی رو که وجود داره خیلی کمتر کنیم و به سمت صادرات بریم. گونه‌های ماهی هستن که حالا خودشون توضیح خواهند داد که مختص کشور ما هستن و این فضا وجود داره که صادرات انجام میشه. یه نکته دیگه هم چون این بحث فرهنگی رو مخصوصا در سال فرهنگ و اقتصادم هستیم من مطرح کنم که ما متاسفانه افرادی که از ماهیان استفاده میکنن، از ماهیان زینتی، تلفاتش فوق العاده بالاست و میدونید در کشورهای دیگه همچین اتفاقی نمیفته. از این لحاظ این رو هم باید به صورت در همین کلاس‌های آموزشی میتونن این دوره رو ببینن. اما در بحث فارغ التحصیلان که فرمودین مستحضر هستین، 1.5 ماه گذشته در شورای عالی اشتغال ما 3 طرح مصوب کردیم. یکیش توانمندسازی و ارائه آموزش‌های مهارتی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان با تاکید بر اشتغال پایداره. یعنی خبر خوب رو من دارم میدم. الان برنامه‌ریزی‌هاش انجام شده در بعضی از دانشگاه‌ها که ما اصلا اینو به صورت پایلوت انجام دادیم.
در اینجا 10 تا زیر مدل زیر طرح داریم برای فارغ التحصیلان و دانشجویان که بتونیم در کنار دانش و نگرش مهارت لازم رو در اختیار اونها قرار بدیم. این 10 تا زیر مدل رو من فقط تیتوار بگم، مثل مراکز ESC یا مراکز جواهر دانشگاهی، بحث آموزش تولید بازاریابی و فروش، شرکت‌های دانش بنیان، آزمون‌های بین‌المللی، کارورزی جدید و سر کارآموزی جدید، از جمله برنامه‌های ما هستش که در حال حاضر هم در حال اجرا شدن است. فقط باید این در کشور بحث داده. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از آقای دکتر کوروش پرند، در واقع استاد محترم دانشگاه، معاون محترم وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، به خاطر طرح بسیار خوبی که ارائه کردن. جلسات آتی بازم خدمتشون خواهیم رسید و از بیاناتشون استفاده می‌کنیم، چون طرح باید کاملا توجیه بشه. همه مردم در همه جای ایران باید بدانن که با هیچ سابقه علمی و هیچ سابقه مهارتی میتونن تو این طرح شرکت بکنن و انشالله کاملا آموزش ببینن و خودشون صاحب یک حرفه و فن خیلی خوب بشن و منبع درآمد باشن انشالله. از آقای کمیدی عزیز هم بسیار سپاسگزارم، کارآفرین خوبی که با 2 تا آکواریوم آغاز کرد. الان چند نفر با شما کار میکنن؟ خدمت شما عرض کنم در بعد به اعلام این خبر از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران حدود 600 نفر به ما مراجعه کردن. بله. خب ما با توجه به ظرفیتمون در واقع تونستیم که 60 نفر این عزیزان رو ما پذیرش بکنیم در دوره اول و الان دارن آموزش میبینن و به طور مستقیم هم حدود 15 نفر دوستان داریم ما پوشش میدیم. ایدی هم میخوام بدن، فقط سریع بگن ایدی هم. من ایدی هم که حالا به مناسبت افتتاح مرکز و نوروز ان شاءالله به دوستان میخوام بدم این هستش که محصولات تولید کشور، این آکواریوم که میبینید تولید کشورمون کاملا قبلا از چین وارد میشه. ماهی ها هم چنین و یک سری وسایل. ما اینها رو با ان شاءالله تخفیف بین 20 تا 50% از کارآفرینایی که این کار رو دارن انجام میدن میخریم، عرضه میکنیم به مردم که مردم هم شب بتونن یا آکواریوم ارزون قیمت داشته باشن و دوستان میتونن به مرکز فنی حرفه‌ای شماره 5 واقع در میدان بهمن مراجعه بکنن و یا با تلفن مرکز که 55 33 1003 هست تماس بگیرن. خیلی متشکرم. جملتون نیمه کاره رها شد. آقای کریمی هم چون تشریف دارن یه دونه آکواریوم خوشگل من برای سیمای خانواده ایجاد حتما خواهیم داشت که بتونیم با این مایع خوشگلی که توش هستن نمای بهتری و تصویر بهتری رو تقدیم دوستان بکنیم. خداحافظی میکنم با همه شما دوستان عزیز، یعنی با آقای دکتر پرند و همینطور جناب کمیدی عزیز، و البته سلام میکنم به همکارانم در پخش شبکه اول که آماده هستن تصاویر رو و همینطور پیام بازرگانی رو تقدیم شما بکنم به اتفاق ببینیم، بعد ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم.